تیمور تاتار که در عوام بهش تیمور لنگ میگن و به این اسم معروفه، هیچ وقت تو زندگیش سنگر نگرفت. معروفه که همیشه در حال یا حمله بود یا اگرم داشت نون و ماستشو میخورد و بهش خبر میدادن که دشمن میخواد تو قلمرو محاصرت کنه که با سربازاش میومد و از شهر بیرون میرفت و از پشت به دشمن حمله میکرد، یعنی قبل از اینکه دشمن بخواد بهش برسه، چون اعتقاد داشت که دشمن هر چقدر هم که قوی باشه و نفراتش بیشتر باشه، اگر غافلگیر بشه و از بین راه بهش حمله بشه تار و مار میشه. شیوه غافلگیری که بعدها ناپلئون میشه نماد این شیوه و البته هیتلر هم با سرعت بالای عملیات نظامیش به نوعی از این رویکرد استفاده میکنه. آدم عجیبی که ترس براش تعریف نشده بود و بهش آخرین جهانگشای تاریخ میگن. واسه اونایی که شاید اسمشو نشنیده باشن، من همینقدر بگم که مغولا که تمام جهان اون روز ازشون وحشت داشتن، اینا خودشون از تیمور میترسیدن و شکست‌هایی هم بعدن ازش نوادگان چنگیز میخورن. هر جا به مانعی برخورد میکرد که در توان سردارش نبود، میگفت من تیمورم و تیمور یعنی آهن، و یه راه حلی براش پیدا میکرد. اصطلاحی که بعدها استالین در مورد خودش به کار برد، چون تو زبان روسی استالین یعنی مانند فولاد. و درسی که ازش میشه تو کسب و کار گرفت اینه که اگه درآمد کاسبیت در حال کم شدنه، وای نسته تا مجبورت کنه که کسب و کارتو جمع کنی. تو به فکر درآمدهای دیگه باید باشی و تو همون کار خودت از ابزارهای دیگه‌ای مثل این اینستاگرام استفاده کنی.